سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 20 ایول همراهی شما. مقامات انتظامی ولایت خطلون میگویند در مدت نیم سال گذشته معلوم کردند که از این ولایت 124 نفر به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه‌های افراطی به مثل سازمان دولت اسلامی پیوستند. بهرام شریفزاده سردار ریاست امور داخلی خطلون روز 20 ایول در نشست خبری در قرغان تپه مرکز مأموری ولایت خطلون گفت بعضی از آنها زن و فرزندانشان را نیز با خود بردند و حالا 25 زن و 30 نابالغ از ولایت خطلون در سوریه و عراق هستند. از همین 5 نفر تو 6 ماه برگردانده شدند. اوزی در خودکو 118 نفر دیگر در خودکو بخونون دادید، یک نفر ثبوت کردی، یعنی معاین کردی، یک نفر هلاک شده است. این ثبوت‌های معلومات‌های اطلاعاتی موقتی در حال حاضر 29 نفر هلاک شدند. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند بعد از فعال شدن گروه‌های تندرو و تروریستی و به خصوص گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه بیشتر از 400 شهروند تاجیکستان به صف این گروه‌ها پیوستند. 10 نفر آنها در میدان‌های جنگ در سوریه و عراق کشته شدند. بعد سیل خرابی‌آور در ناحیه شوغنان ولایت بدخشان کارهای برقرارسازی و کمک به مردم آسیب دیده شروع شده است. مقامات رسمی و مؤسسه‌های امدادی در تاجیکستان میگویند برای اقامت به 10 خانواده که سیل خانه‌هایشان را نابود کرد خیمه دادند و آنها را با اشیاء روزگار و مواد غذایی تامین کردند. به 66 ساکن دهه سوچان شوغنان که خانه‌هایشان را سیل برد قطعه زمین می‌دهند. در نتیجه سیل و سایل‌هایش بیرون شدن رودخانه غوند در بدخشان در مجموع 72 خانواده آسیب دیدند و عین زمان در شهر دوشنبه یک اقدام خیر برای کمک به مردم آسیب دیده در بدخشان شروع شد و افراد خیرخواه و سازمان‌های امدادی برای آسیب دیدگان در پایتخت لباس و اشیا جمع می‌کنند. در کارخانه جمعیت سهامی پوشیده اینترمیبل که واقع در کوچه رحمان ابیف 205 قرار دارند، یکی از نقطه‌های کمکی به مردم ضرر دیده بدخشان تا روز جمعه وقت داریم که قبول نماییم. مقامات کمیته انداز و یا مالیات تاجیکستان نام چندی از شرکت‌های بزرگ کشور را اعلام کردند که نتوانستند مالیات دولت را سری وقت بپردازند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز روز 20 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه در این باره گفت که 901 میلیون سومونی کارخانه گوی دولت شرکت آلومینیوم توجیه کشیده 16 میلیون سومونی آلومینیوم ساختمان 10 میلیون سومونی رسانده فرانتیپا 9 میلیون سومونی لال 6 میلیون سومونی توزیع نوبل تاجیکستان 5 میلیون سومونی کارخانه مشترک توجیه‌گازو 4 میلیون سومونی کسی که انگی شهر سرا 5 میلیون سومونی کارخانه زیتوبی اگنتی بیدوشی زمین آبیاری از حکومت جمهوری 15 میلیون سومونی و کارخانه زیتوبی کارخانه گوی دولتی پروژه منزل کاملی 17 میلیون سومونی تشکیل می‌دهد. شرکت برق تاجیک میگوید نپرداختن حق استفاده نیروی برق از طرف مؤسسه‌های دولتی و اهالی امکان نمیدهد که شرکت مالیات دولت را سری وقت بپردازد. این زمان در نشست خبری گفتند شرکت بابیلون موبایل که با کمیته انداز یک بحث دراز و پیچیده اقتصادی داشت راضی شده است که به این کمیته تقریبا 70 میلیون دلار جریمه و مالیات سپارد. مقامات شرکت تاجیکی میگویند تلاش دارند در آینده ختسیره‌های نو به کشورهای خارجی باز کنند و سفر مسافران تاجیک را آسان‌تر نمایند. رهبران این شرکت روز 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفتند بعد به هم آمدن فرودگاه دوشنبه و شرکت تاجیکر تلاش‌ها برای وسیع‌تر کردن سمت فعالیت زیادتر شد. از جمله حالا مسافران تاجیک میتوانند از خوجند به استانبول پرواز کنند. فرودگاه رو از روی خطسیر خوجند ارومچی خوجند دوشنبه ارومچی هم در نظر داریم. بعضی فکر و عقیده ها است در دوره همراه کردن قزاقستان در ادامه پروازها از زیاد کردن جغرافیای پروازها، یعنی از روی دیدی ما میتوانیم که با استفاده از بعضی فرودگاه‌های قزاقستان و با استفاده از مسافران قزاق بعضی خطسیرهای خود رو هم از جهت مالیوی و هم از جهت زیاد شدن جغرافیای پرواز ادامه پرواز داشته باشیم.
شرکتی دولتی تاجیکر در گذشته برای سطح خدمترسانی‌اش پیوسته تنقید می‌شنید. حکومت تاجیکستان بعد از این تنقیدها فرودگاه دوشنبه را از هیئت تاجیکر بیرون کرد، ولی دیگر باره هر دو را چند پیش به هم آورد. و دلشاد نظروف گرزانداز معروف تاجیک در یک مسابقه بین المللی ورزش سبک در روسیه از رقیبان اساسیش از اسلوونیا و روسیه گذشت و مقام اول را صاحب شد. در این مسابقات گرزاندازی که روز 18 ایول در شهر ژوکوفسکی روسیه آغاز یافت، دلشاد نظروف گرز را به مسافه 78 متر و 29 سانتی متر پرتاب کرد و جایزه اساسی مسابقه را به دست آورد. دلشاد نظروف پیش از دیگر ورزشکاران تاجیک راه خط بازی‌های المپی سال 2016 در برزیل را به دست آورده است و از معروفترین ورزشکاران تاجیکستان به شمار می رود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.